السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک نفر اگر غیبت نکرد، سخنچی نکرد، اما صحبت یک مردم گوش کرد، یک گروه یک نفری گپ میزدن، اون نمیخواستن که این نفر گوش کند، اما اون رفته همون سخن همون را گوش کرد، چی حکم دارد؟ در حدیث بخاری مسلم هست، پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید که من استمع الی حدیث قوم و هم له کارهون، یعنی که یک نفری که گوش میکنه به سوی حدیث یک قومی که آنها نمیخواهند که همون را گوش کند همون و آنها خود به خود صحبت میکردن، یگام میشد که بین خودشون یگام گپ بود، مثلا همین کار را بکند. مثلا یک نفر در حدیث میفرماید که این نفر روز قیامت یک عذابی دارد که در گوشهای اون بگیم میسی آب کردگی یا اینکه سرب آب کردگی ریخته می شود. و در دیگر حدیث بر دیگر لفظ آمده است، امام نووی رحمه الله در ریاض الصالحین ذکر میکند، یکی غیبت کردن، یکی سخن گوش کردن، یکی صورت گرفتن. صورت کش خداوند پاک عذاب بگیم سخت گرفتار میکنه که غیبت چیده، یا اینکه بگیم که انسانی که سخن مردم گوش میکند و اما اگر که اون سخن دیگر جا نبرد، گوش کردن و اون مردم که نمیخواهند که سخن اونها را بشنود، اما این کوشش میکنه که بشنود و از همونها خبر داشته باشد، این کارم درست نیست است. یعنی که یک کاری که مثلا که اونها شاید بین خودشان و کار خودشان هست، اون نفر باید وقتی که اونها نخواهند و اونها بگیم بین خودشان سیری هست، این کوشش نکنه برای شنیدن اون، این کار درست نیست است. چخیلی که در حدیث ها و حضرت نبی رحمه الله باب کردگی هست که درباره غیبت و گوش کردن و سخنچینی که یکی از همین بدترین خصلتی که هست در میانی مثلا ما مردم بگیم الان بگیم که دیده می شود، این بگیم سخن گوشکنی هست و اغلبش وقتی گوش میکنه حتما اون سخن میبرد به دیگه جا میرسوند، یا اینکه از پشت اونها غیبت میکنه که نمیمه سخنچینی میکند، اون حتما اهل دوزخ میشود. و اون خاطر سخن گوش کردنش بی نقل اون سخن به دیگه جا نبرن اگر اون گوش کردنش جایز نیست است. والله اعلم و اعلم.